سلام عرض ادب دوستای عزیز. من امروز یک صحنه رو دیدم که بسیار خوش شدم و در ضمن یک شخصیت که اینجا نشسته همراه ما دیدم که در دستای مبارکش کتاب‌هاست که میفروشه، کتاب میفروشه. باز در دلم گشت در دوران مکتب ما اوجه بودیم، باز میتر یک مقوله بود میگفتن که ملت که کتاب نخرن و ارزش نداره و به خوشبختی نمیرسن. حالا میبینیم که مادر جان ما کتاب میفروشه و خریدار نداره. اگر حال چیزای مبتذل میفروخت بسیار خریدار میداشت، چون مردم علاقگی به خواندن نداره. پس از این ملت ما باید چطور آرزو داشته باشیم که به قلاهای خوشبختی برسن. خب به همه حال کوتاه یک صحبت امروی مادر جان ما میکنیم. خب مادر جان اسم مبارک شما؟ اسم مادر جان ما دلجان است. چی انگیزه براتون پیدا شد یا باعث شد که کتاب فروشی رو شما انتخاب کردید؟ فقط یک بر انسان یک انگیزه پیدا میشه و این معنا که اینا تشریح دلم شد آمدم تشریح میکنم. خود بزرگترین یعنی مقدسترین وظیفه را که انتخاب کردی که برای مردم، خب من خود در قدم نخست میگم کسی که علم و دانشش پایان است، چطور برایشان کتاب پیشکش میکنی؟ چی انگیزه برای پیدا شد؟ وقتی که خانواده خودش فرهنگی باشه، خودش بخواه که با دانش احترام خیلی داره که دیگر دوستا یا جوان یا کتاب بفروشید. بسیار خوب. و شما از این کارتان نتیجه مثبت میبینین یا نتیجه منفی؟ در واقع من بسیار منفی داشت. مادر جان ما که اسمشان دلجان است تقریبا 21 سال میشه کتاب فروشی میکنن و عکس العمل مردم در این باره چه قسمی باشه؟ تو زمان کتاب میبینن که شما میفروشید مختلف است. کسی است که مرا بسیار با خیالش خدا می‌کنه و کسی است که بسیار با احترام رفتار میکنه و بسیار از من تشکر میکنه. و یک سوال دیگه، طبعا که امی یک منبع عاید است برای شما که زندگی تان پیش میبرید، کدام عاید دیگه ندارین از این؟ خود سابق خوب داشتیم بچه کار میکنیم و حال متاسفانه که 2 سال شده و حال دیگه براستی که نمی عاید خانواده هست. از عایدتان چاریتان میشه؟ مصرف مالیتان بوده میشه؟ همه هست که همیشه یعنی که 2 سال هم برکت براف نیست. اما عجیب است، باور کنین من زمانی که مادر جان دیدم در این فکر افتادم، گفتم بسیاری مردا گدایی میکنن، بسیاری کسای جوانای هستن که میگن که ما زندگی ما خلاص شد و عاید نداریم و رزق روزی ما بند شده، نعوذ بالله میگن، ولی یک مادر با افتخار وطن ما کتاب میفروشه و کتاب میفروشه اما رزق خود از این طریق پیدا میکنه که خداوند برش تعیین کرده. از خانواده خود ما 21 جلد کتاب البته که عرصه کردیم و ما خود ما داریم 21 جلد کتاب و 21 جلد همین تقریبا 23 جلد شخصا از خود ماست. که هیچ از کسی بدونی و کلش از علت از بچه. یعنی شما از خانواده با فرهنگ و با تعلیم و دانش هستید. بله. خب پیامتون به این ملت چی است در اخیر مادر جان؟ یعنی تجربه تان، زندگی که دیدین، لیل و نهار که دیدین، به این ملت کلش که اینجا نشسته چی پیام دارین باشه؟ زیادتر مخصوصا که به سر جوانای ما بد نخوره و ما از جوانای خود خواهش دارم که سری نگردن که وطن ما
ما را کار میکنم نمیکنم بله. دانش دارم ندارم بله. یا طرف که ناراحت هستم که ما مثلا مکتب کنیم تانتون کنیم بچون داشتم میگم ما داریم ما کتاب چی کنیم همیشه برای من میگم اما بالاخره یک میدارم باید داشته باشم بشه. در زندگی خود که من اینو که پیش خود آدم کم نمیگه من این گپ یاد دارم اما وقتی که وطن میگه کم از خیر دیگه بله. مثلا شما در این دست به هم جمع بدید شدید. وطن جون. بله. باشه. شما در این جمع ششتین اگر خودت چند نفری هستید با هم یک فکر یک صدا نباشید چه قسم دیگه سلامت خودتان در این میز که ششتین نمیتونین اصلا با یکی وقتی کمکار هم دست باشید کلی چیزا باشه. حتی ششتنتان جای رفتنتان خود چیزایتان زنده و سلامت باشید مادر جان. بسیار گپای پرمفهوم و عالی. امید است که تطبیق کنم مردم ما ایران. باعث افتخار ماستیم. خب برو میگذاریم. متاسفانه میفهم درد می است. که ما گفتم اگه امروز کتاب در بازار عرضه میکردی کل مردم به شوق باید میخرید کتاب. اگه اینمیال یک فیلم هندی می بود کل میخریدن. اگر اول یک فیلم بالیوود هالیوود بود کل میخریدن. اما کتاب چرا نمیخرن؟ اما اینمیشه گذاشت کلی یک چند کتابی که چی شد شاید کسایی داشته باشه که نخریدن. اما باید که روزانه به صدها کتاب فروخته شد، به هزارها کتاب فروخته شد. این وقتی که مردم کتاب بخونه جنگ نمیکنن. یکی دیگه خود تعصب قومی و زبانی نمیباشه. زنده و سلامت باشیم. ما فکر نکنیم که ما خودم شیشتیم شیریخ میخورد و من مادر جان دعوت کردم گفتم برای چیزی بخوایم گفتن نیم ما شورما گفتم گفت شورما با خود میگیرم. سلامت باشید دوستای عزیز. مادر جان با افتخار است بر ما. خداوند سعادتمند داشته باشه. انشاءالله عزیز. زنده باشید. این شورما از طرف توفیق کوچک دیگه مزاحمت برات نمیکنم. انشاءالله موفق باشی و یادت نره که جنت زیر پایت است. جنت دایی تنها دایی نیست. جنت اوجاست. این بزرگترین عبادت است. من زیاد مزاحمت برات نمیکنم. انشاءالله موفق باشی. من میره برات میتونم. انشاءالله از دوایت ما رو فراموش نکنم. انشاءالله این میگه کن برات. خوش بخیر باشید.